اگر 10,000 نفر رو آقای پهلوی بتونه بیاره در شهرهای ایران، نه یک شهر، نه یک جا، من خودم میام آقای پهلوی تنها گزینه است و ازش حمایت میکنم. مسئله متر و معیار رو کف خیابون میسنجن. اینجوری نیست که شما بیا یه فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون. که پهلوی طلبایی هم هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی. در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میتینگ فراخوان چیزی تشکیل میدادید. بیاد توی میدون مبارزه یه دوتا فراخوان بدید، وزنتون رو تعیین کنید. من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هر چی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیومدن بیرون. یک نفرم از داخل کشور نیومد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن، 200 نفر رو آوردن، ولی توی ایران فراخوانش یک نفر هم نیومد. عنوان هواداران رضا پهلوی میگن خب یه بار آقا فراخوان بده ببینیم چقدر هوادار داره. ایشون قدرت این که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره. میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای ویسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول و آخر کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راهپیمایی، ببینیم چند نفر میان لبیک میگن. هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران و خارج ایران داده نشد. کدام اقدام ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 10 سال گذشته یه حرکت و اقدام جدی بوده که جمهوری اسلامی ترسیده؟ هیچ کدومش. اصلا جامعه ایران به کنار، اصلا خارج از کشور ولیعهد چه کرده که ما بگیم این اقدام ولیعهد یه خود جمهوری اسلامی رو ترسون، یه خود جمهوری اسلامی رو نشون سر جاش؟ به نظر من هیچی. یک جریان انقلابی یا تغییرساز مهمترین مسئله براش بنیانهای مردمیش هست و شما براتون مهم نیست. چرا براش مهم نیست؟ چون شما پایگاه مردمی ندارید. انقدر خام بودن که شب کلا فراخوان دادن مردم بیان به خیابان و یک نفرم شما نگاه کن چه افتضاحی. یعنی اینا توان بسیج ندارن. پیش بینی 18 دی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟ نه. اینجا رو میشه گفت که ما برای همچین حادثه‌ای آمادگی نداشتیم. میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ گفت درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم. ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه.